پیتر پن، پرواز به ناکجاباد. در اتاق خواب گنج خانواده دارلینگ، وندی برای برادرانش جان و مایکل داستانی از پسری شجاع به نام پیتر پن تعریف می‌کرد. مایکل کوچولو که در تختش دراز کشیده بود با چشمانی خواب‌آلود به داستان خواهرش گوش می‌داد، در حالی که جان با شمشیر چوبیش در هوا مبارزه می‌کرد. پس از اینکه آقای خانم دارلینگ بچه‌ها را بوسیدند و برای شب بخیر گفتن آمدند، سکوتی در اتاق حکمفرما شد. ناگهان پنجره به آرامی باز شد و نور کوچکی و درخشانی به نام تینکربل با عصبانیت وارد اتاق شد. پشت سر او پیتر پن که لباسهایی از برگ به تن داشت، پروازکنان وارد شد و به دنبال چیزی می‌گشت. وندی با صدای گریه‌ای آرام بیدار شد و پیتر را دید که سعی داشت با یک تکه صابون سایه‌اش را به پاهایش بچسباند. وندی با لبخندی گفت: اینطوری نمی‌شود. باید آن را برایت بدوزم. او نخ و سوزن خود را برداشت و با دقت سایه را به پاهای پیتر دوخت. پیتر که از مهربانی وندی شگفت زده شده بود با هیجان گفت: من از ناکجاباد آمدم، جایی که هیچ کس بزرگ نمی شود. آیا با من میایی تا برای من و پسران گم شده مادری کنی؟ جان و مایکل که حالا بیدار شده بودند با شنیدن این حرف از خوشحالی فریاد کشیدند. ما که نمی توانیم پرواز کنیم. جان گفت. پیتر خندید و گفت: تنها چیزی که نیاز دارید ایمان، اعتماد و کمی گرد پریست. تینکربل با بیمیلی به سمت جان و مایکل پرواز کرد و گرد طلایی درخشانی روی سرشان پاشید. حالا به شادترین افکارتان فکر کنید. پیتر فریاد زد. بچه‌ها چشمانشان را بستند و به آب نبات، تولد و داستان‌های ماجراجویانه فکر کردند. ناگهان پاهایشان از زمین بلند شد و شروع به پرواز در اتاق کردند، در حالی که از شادی می‌خندیدند.